هموطنان عزیز و وطندارای گلم، امید است که جور و صحت سلامت باشین. در گوشه دنیا که هستین دارای صحت کامل باشین. خدا را یک بار دیگر شکرگزارم تا یک روز ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کردم و من هم امروز در منطقه قلعه فتح الله آمدم، سرکی که وصل شده به وزیرآباد. پس میخوایم گزارش افطاری جالب بر شما آماده کنم. این هم خرما و او ده عزیزانی که میخواین افطار کنند. پس با ما همراه باشین و فراموش نکنید به خاطر حمایت ما چینل افغان لایف لایک سابسکرایب کنید. در ادامه ما هم میخوایم برم با عزیزانی که مصروف کار در منطقه قلعه فتح الله هستند صحبت کنیم. همراه شما را خواهان هستم. هموطنان عزیز، اینجا یک برادر ما است، فکر کنم چرا خلاص کرد، یک رقم کارمارت خلاص شده. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی جان جون، بخیر هستی؟ یا وقت آذان دیگه بخیر والا دیگه یک چند تایشو برده یک زده شما اون دیگه ببینی بخیر دیگه در افطار دیگه دیگه میای بخیر دیگه مشتریای ما میبرش یخ دیگه میبرن دیگه. نه گرم میبرش، گرم که نباشه بیادر مشتریا بیادر خوشش نمیاد. والا میگه که بیادر نه دیگه مرا که از روغن به من نکشی دیگه مرا مزه نمیده. ها والا دیگه خیلی تو بگو نخواهید دل شما دیگه از خرمای مزه‌دار نوش جان کو. افطار چند بجه میکنید؟ یک چند دقیقه دیگه مونده؟ یک 5 دقیقه مونده، یک 5 دقیقه 6 دقیقه مونده. بشک افطار خوش بر تمنا. خیر سلامت باشید. چطور از کارای؟ والا شکر است میگذره دیگه، قدر زیاد نه دیگه، یک 2 ساعت و 3 ساعت میشه دیگه. 2 ساعت در این زمانه 2 ساعت کلان پیسه. مصرف خودش روغن است دیگه، بیادر اون چگنی است دیگه، بیادر این دیگه گندانه است. همین کرایی رو نشان بده، اینی هم بگو مصرف داره. اینی هم مصرف داره نه. باز نگوی که بیادر نگفت. یا مصرف داره. ما تو گفتم تو براستی نشان بدی. نشانش زنده باش، سلامت باشی. سلامت افطاری خوش برات میخوایم. اگر خدمت باشه چینل افغان لایف در خدمت. بخیر باشی، زنده باشی. خودت خوب هستی؟ شکر الله بخیر. خیال احوال داری؟ شریکش هستی یا شاگردش؟ والا شاگردش هستم. چطور از کارای؟ نه شکر است، خوب است. سر تتکه و پتکه در رمضان خونه نه میکنه؟ نه خوش رمضان. اگه میکنه میال بو کل هموطنان ما میبینه. نه خیلی ببینیم نیست تو. خوبه. بگی از این خرما خودت هم روزه داشتی یا نه، یا شاگردان معاف است؟ نه دور روزه. بگی خیر نوشک جان، افطار خوش برات میخوایم. سلامت باشی، زنده باشی. هموطنان عزیز در ادامه با ما همراه باشین. عزیزان دل، سرک هفتم قلعه فتح الله اینجا که میبینین سرک هفتم است و جای شما خوبانه که یک وقت در این منطقه به خاطر خریداری می آمدین. به نام دان امام میاد میشه. یک امام هست اینجا به نام مامور عبدل. امام مامور عبدل فکر کنم بیش از 40 سال میشه که اینجا ساخته شده و هم زنانه داره و هم مردانه و فعلا هم در روبروی امام ما استاد هستیم. میخوایم بریم به طرف سرک هفت و به 10 متری سرک هفت هستیم که یک مسجد کلان به نام مسجد عمومی حسینی عمومی یاد میشه و باز که همراه مردم کم درد دل کنیم ببینیم که چی گفتنی دارن. سلام بیادر، چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. حال اول بخیر هستی؟ سلامت بخیر باشی. اول از این گپ بزن، روزه گرفتی یا نه؟ روزه 100%. مذاق کردم امروز. به شک نداریم کل ما مسلمان هستیم. بگی از این خرما و امروز افطار کو. باز چند دقیقه بازان مونده باشه. سلامت. یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه مونده نه؟ همون چیزا مونده. چطور از کارا بخیر میگذره؟ شکر از خیر، نصیبت بخیر باشی. میگذره 200 300 میشه. شکر است. تنها کار چندان میکنی؟ مزه نیست نه کردیم بچه کاکای مست. شریک هستی؟ صادق هستی؟ چرا نه؟ صادق نباشیم 15 سال 18 سال یک جای کار نمیکنیم. 18 سال میشه. دین منطقه هستی؟ دین می منطقه. بچه کدام منطقه هستی؟ این می قلعه فتح الله میشه یا وزیرآباد؟ زنده باشی، بخیر باشی. و
مشتریای در رمضان از طرف شاو فکر کنم زیاد است نه؟ حالا همین نزدیکای شام یک ذره فروش است دیگه. نسبت به دیگه سالا وضعیت خراب است. اونقدر چندان فروش نیست. دعا میکنیم به برکت ماه مبارک رمضان به خیر به کارایت برکت گفته و یک کراچی 100 کراچی شود. بخیر باشی قربانت. سلامت باشی. خدمت نیست. بخیر باشی. تشکر. بخیر باشی. افطار خوش برات میخوایم. و عزیزان دل دیدیم که سمبوسه خیلی مزه‌دار است. به ما معلوم است و من شاهدش هستم که بسیار سمبوسه مزه‌دار داره چون اینجا ما خورده و در ادامه سلام بیادر خوب هستی؟ خوب هستی بخیر. بخیر هستی قراری است. نام خودم تو تر تازه نگاه کردی مثل خود وار ترکاری آره باشی لالا جان. خوب هستی؟ فضل خدا جا لالا. لوال. ساعتان خوب است بخیر هستی قراری است. رمضان بخیر میگذره بخیر باشی شکر. از این خرماگه کن بگی بود بخیر خوبی امروز یک 10 15 دقیقه بعد افطار کن ان شاء الله رمضان چگونه میگذره سرت حضور نشده نه خیر نه رمضان خو زور نشده ولی نسبت به سال قبل کم ذره آسان تیر میشه نه خوب است ولیکن کاروبار نیست. همین کاروبار که نباشه باز سخت مزه است. نمیکنه؟ بله خیلی یک سو این بیکاری یک سو نال عید میایه بخیر به خدا دیگه ما امید به خدا داریم ببینیم چی میشه. بیشک امید به خدا داشته باش همیشه انشالله. و منتظرش باش خدا تمام مشکلات حل میشه بخیر باشی لالا جان. خدمت نیست بر من تشکر. سلامت با کار باشی. کمایید برکت یک روز 200 روپیه یک و نیم صد روپیه برات میمونه والا شکر است ناشکری نشم خواه بیشک همیشه شکرگزار باش سلامت تشکر. سلامت باشی. بخیر باشی بخیر باشی. افطار خوش برات میخوایم رسیدیم در سرک هفتم قلعه فتح‌الله و میبینید شما کیجا سرک هفت است و همچنان یک برادر ما هم باشون گپ بزنیم. چطور هستی بچه؟ خوب هستی؟ لالاگک قند چطور است کارایت؟ شکر است خدا جان مهربان است. والا بیشک چقدر جرأت داری ها؟ خیر ببینی لالا جان زنده باش. قربانت بود دسته چند کردی یا دسته یکاشم یا تو فکر نکنم قدر صحیح باشه کم خورد نه؟ 6 دستش 20 روپیه میتون لالا جان هر چی که برابر خب شود. باز میشه یک چیز دیگه هم یک 200 نان ما برای بحث مفت لالا جان. 200 میبره؟ یک 200 یک و نیم ساعت. 200 خودت کار میکنی کلان آدم ما فهمیدی 50 روپیه کار میکنم ما همراهشون صحبت کردیم خیر ببینی زنده باشه آده خدا جان مهربان. بیشک آزان داده بگی نوشک جانت نوش جان قبول کنم. بخیر باشی سلامت خو بیاید ای بغلک همین راه را ما بند نکنیم این میجه بسیار خوب شد ترکاری را از مارکت میری دیگه حالا سی وقتی با بایسکل میرم بودم بایسکل سوارش میکنم یارم لالا. آفرین در خانه پدر جان چی کار میکنن پدرم کراچی داره لالا. دیگه بیادر کلان داری خود دارم کلان نه. خود دیگه کلان هستی از می غیرتت معلوم میشه که نام خدا هم تو کلان هستی ها خیر ببینی لالا جان. قربانت زنده باشی روزه خو نداری روزه نیلا. همین روزا هم که میگرفتی دیگه نور الان نور میشه ده خلالا انال با دکار نمیشه نه نمی‌تونی، از 8 بجه تا 8 9 بجه شام نمیشه دیگه نه. راست میگی خیر بگی خیر بازم توفه برات 2 دانه اگه بگی خیر 2 دانه بگی سلامت بش چیز کار نیست بر نه خیر ببینی برو لالا با کار جان. کمایید برکت لالای قندم قربان سلام خوب هستی؟ امیال آزان دار اینه می دقیقه بگی افطار کن الله الرحمن الرحیم. بخیر باش خیر ببینی. سلامت باشی خداوند روزی که گرفتی را قبول کنه قبول و ما هم باید از افطار کنم دوستای عزیز شمایی که در هر گوشه دنیا که هستین روزه داشتین و طاعت عبادت شما هم به درگاه الله یکتا قبول و مقبول بگرده و میخوایم افطار کنم ما چطور از کارایت؟ کارا خوب است میگذره. یک روز 200 300 برات میمونه؟ شکر الحمدلله. شکر میکنی شکر میکنم. بیشک کمی شکر میکنی و از مارکت میید دیگه ترکاری بله. آره ترکاری کابل است اصلا از کابل. از جلال آباد و لغمان جام میباشه ترکار. فعلا وقت کابل است فعلا وقت کابل.
دسته چند شده باز نانا رو میوه خشک میکنه مردم نه؟ 10 روپه است 5 روپه است هر چقدر نه این دسته دبلش چند میته؟ 10 روپه 10. بله بشک با کار کمایید برکت مزاحمت نمیشه. بخیر باش خیر ببین سلامت باشی. از این خرما اگه یکی دیگه میگیر در خدمت. سلام چی حال احوال داری؟ بخیر هستی؟ خانه خیرتی است؟ افطار کردی یا نه؟ چند دقیقه پیش؟ 1 دقیقه 15 دقیقه. خیلی بگی از این خرمای بیشتی استفاده کو. چطور است مزه سعی کو؟ مزه‌دار است دیگه نه؟ خرما خو مزه میده. ما دیگه خرما بیشتی است. چطور است کارای؟ شکر خدا مهربان است. شما میوشیا داری خوبی؟ سلامت زنده باشی. کارای یک روز 200 300 خو میمونه برات. میشه خدا مهربان است. تغییرات آمده دیگه فکر کن به خاطر تغییر رژیم از کاروبار کم شده حال بازم خوب است که رمضان است کم است. در رمضان چند بچه می فکر کنم بعد از شام دیگه می نه حالا جمع میکنیم میریم از سر صبح می دیگه سر صبح است ما تا می بده خوب است همی که شاکر هستی شکر میکنی همه چیز خدا را شکر کنم جان موجود است بشر بخیر باشی با کار کمایید برکت خدمت نیست بخیر باشی قربان سلامت باشی هموطنان گلم در ادامه همراهی شما خوبان اخوان هستم دیدیم که میوه بود میوه سرک 8 قلعه فتح است جایی که بسیار پر از ازدحام است اینجا سلام چی حال احوال داری؟ بخیر هستی؟ افطار خو کردی؟ بله افطار. با خاطر یک رقم تو مست خوش خندان هستی بگی خیلی از خرمای بیشتی هم بگی نوشک جانت من میره جبانم و درباره رواش و غوره ما افطار کردم یک دانه از این میره پاک است؟ پاک است شتگی است ششتیش؟ بله شتگی تا بگر راو میزنی غوره نو آمده وقتش هسته رواش هم اینم تو ما بخورم ببینم مزه چی رقمه از کجا میری یار از ما از مارکت میریم مارکت از قربان از غزنی از اینجا میریم چطور است نرخش قیمت است یا ارزان نه خوبه که بخریم دیگه یکم دونه مشتریا که چی میگه که بخریم دیگه نه خوب ولی گفته مراکه که ملا خوره شده دیگه رواش کدام دانه نداری که ما یک تستش کنیم به اصطلاح هم مزه کنیمش که چی رقم است بشک نمک هم داری دیگه نه والا نمک نداری دوستای عزیز من همیشه رواش همراه پست میخورم حالا شما نگوین که والله همراه پست میخوره از کدام کوتا شده لالا جان سلام خوب هستی؟ خوب است چی حال احوال؟ بار میبری؟ ها خرما میخوری؟ نه روزه داشتی؟ ها داشتی؟ ها نه راست بگو ها واس کردم واس کردی روزه تا شکستاندی دیگه ها بیگه خیلی از خرما یک دانه دیگه هم استفاده کن چطور از کارایت؟ نه سفارش نیست کار؟ نه باشنده کدام منطقه هستی؟ این سرک نه سرک نوی کجا؟ قلعه فتلا سرک نوی قلعه فتلا؟ ها بشک و یک 200 300 روپه برات میشه؟ نه چند میمونه برات؟ 100 میشه خب میگم 100 میشه میگی نه باز میگم 100 میشه یاره فکر کنم دوستای عزیز برادرمون کلان خانم شاید باشی ها خودت کار میکنی پدر جان چی کار میکنه هم کراچی داره هر دویتان کراچی داره ها باز بارای گرنگ برده میتونی مرا میتونی برده 80 کیلو را نمیشه نه زنده باشی بخیر باشی بگی یک دانه دیگه هم از این خرما شاگردانه گیر برو به کار کمایید برکت چه حال احوال داری بخیر هستی؟ خانه خیرتی است؟
چی حال اول داری؟ بیا اینجا در پیش کراچید که تو رسایی ببینیم. روزه خود داشتی بخیر؟ الحمدلله. بشک. و رمضان چگونه میگذره؟ شکر از فضل خداوند است، ناشکری نمیکنیم، به هر حال شکر است. سحری چی نوش جان میکنی؟ سحری برنج، تخم، قورمه چی؟ اکثرا شیرینی باب، آه. چای شیرین، قیماق هرچه برابر شد. همون مختال افطار اگه نمی رواش و غوره کردم همراه یک دانم خورما دعوای دانم آمد که شیرینی رو ناموشه گرفتی. نوشه جان نوشه. قربانت سلامت. ما هم خورما دارم. سلامت زنده باشی. و درباره کارا بگو چطور از کارای 200-300 برات میمونه؟ حالا از ما خود روز اول کارم بود دیگه. امروز روز اول بود. بله. حالا بهش تقریبا یک قبل از چی کار میکردی؟ وظیفه رسمی داشتم. خب حالا آفرین غیرت لالا جان. ای قصه گپا نشو. همین که غیرتش داری و واقعا مرا خریدی دیگه. به اصطلاح هم یک رقم مرا خریدی دیگه. زنده باشم. بخیر. قربانت بخیر باشی. و امروز روز اولت بود. کم ذره یک سخت تمام میشه. روز دوم، روز سوم، یک هفته، یک ماه. بعد از دیگه برات یک رقم هم تعو خوردن آره. مثل که وظیفه. خدا مهربان است، امروز 60 روپیه فایده کرده. بشک. خداوند بر 60 روپیه تا 6 لک جور کنه. آمین. و به مقصد مراد داری برسی. سلامت خدمت بر من است. سلامت باشین. زنده باشی. بگی یک دانه دیگه بخیر بگو باشین. نوشک جان. بفرمایید شما. تشکر. سلامت باشی. زنده باشی. هموطنان عزیز، برادر ما جای تاسفی است که همچون جوانایی داریم. گفت روز ما کار رسمی گفت داشتم. روز اولم است که من میخوایم کار کنم و خرما انداختیم 60 روپیه فایده کردیم. چی حال اول داری؟ بخیر هستین؟ خانه خیرتی است؟ اجازه خواست اینجا بشینم. هموطنان عزیز، اینجا یک دیره تو دوستانه با 6-7 نفر داشتن برادرانه و ما هم صدا کردن دیگه. ما کمی از اینمی رواش نو کردم اینجا میمانم و یک لقمه میگیرم. اجازه خواست؟ بشک. خدا معرفی که اول کی هستی؟ تمیم الله اسم لال قندم. این نام ما هستی شیر میشه. برو خوب است، تو قبره دیم یکی. بشک بیادران نباشه. بیادر خاص نمیگم، انا سه تا کمی اشتا بیادر راست نمیرسیم. خودت خوب هستی؟ ساعت خوب است؟ خیلی چرا رقم شرمندوک هستی؟ زیر تاثیر خونه رفتی؟ اینا بیادر تسای کن. چادر خلاص کرد دوگه نان کپلا. خوب هستی؟ زنده باش لالم خیر. رمضان بخیر میگذره؟ بخیر باش. سلامت زنده باشی. بخون نکته بخور. خودت خوب هستی؟ شکر بیادر قند. چی حال اول چی کار میکنی؟ نمیگه یک دکانه که غریبانه داریم. یاد وظیفهشون کم زرگک اینم تو ثقیل است. نه ثقیل مقصد اعظم بتاره. بشک. و هموطنان عزیز، تخم، ساسج، رواش، بادنجان، یک چیز نیست دیگه خلاصه که. افتانوج است. افتانوج. جوان. که آمدیم همین که بر ما یک لقمه نان دادیم فکر کنید که ما را دیگه مهمان خدا هستیم کل ما شما فهمیدیم؟ بشک. لقمه نصیب کل اگه از لال قندم. زنده باشی. بخیر باشی. شکر از برنامه شما که صبر می‌کنم. قربانت. هر شب ما در خدمت یارا و دوستا و میمانای خداوند هستم. هر جای افطاری میرم. امروز هم در قلعه فتح الله وزیرآباد آمدم. بشک. خدمت شما. خدمت نیست. بخیر باشین. سلامت. بسیار مزه‌دار بود. نوشک جانتان بخیر باشین. چه رقم کراچی ها صاحب نداره اید صاحباش کجاست؟ سلام علیکم. چه حال اول داری؟ بخیر هستی؟ ساعتت خوب است؟ سلام بیادرها خوب هستین؟ ساعتون خوب است؟ خودت خوب هستی؟ دیگه از میخورم ما بیکار نشید دیگه. وقتی شام که میشه دیگه خورده میریم باید تا سحری بخوریم نه؟ کارا چطور است؟ شکر است. هزار شکر است.
100 200 میشه؟ الحمدلله میز بیشتر میشه. بیشک راست خو میگه صوفی هستی راست میگه. الحمدلله بیشتر بیشتر زیادتر هم میشه. 400 میشه دیگه. انشالله. این اولین نفر بود تو هم به خاطر از اینکه صوفی بود راست گفت. زنده باشی بخیر باشی. رمضان چگونه میگذره؟ شکر است. کل شکر. عصبانی خود نمیشی. ما خبر دادن به مو خاطر ما اومدیم یک مشتری از شکایت کرد که والا امروز کتمه جنگ کرد به خاطر اعصابش خراب شد سر رمضان. شوخی میکنه نه؟ قربانت. سلامت زنده باشی. من نمیال تو را امتحان کردم که چه رقم سوال قار میشی یا نه. حال دیگه وقت شکم سیر است که قار میشی. نه وقت هم قار نمیشم. زنده باشی بخیر باشی و اینا دیگه به ایدام کم وقت مونده. آمادگی میگیری دیت یا نه؟ 22 روز مونده فکر کنم. ماش چرا نه؟ پیرنتون جور میکنی یا کدام وقت جورش کردیم را. بیشک یک ماه پیش دو ماه پیش. ما بغلان آوردیم را. اصلی دیگه از بغلان هم هستی. در منطقه وزیرآباد اینجا کجا گفته می سرک چند سرک 8 نه؟ نه سرک 8 است. در منطقه میشینی نه؟ برای فعلا خانه تو نام میجاست. خانه ما میجاست. باز چطور است امنیتی منطقه؟ خوب است. فضل خدا بگیر. تو سام صحیح. از حکومت که حال خوب شده؟ خوب است. یک ذره گرده. خوب است. قربانت سلامت باشی. حال دفتری چی نوش جام کنی؟ بولونی؟ دفتری به اجازه دنیش چه آوردن؟ بولونی آوردم با خیر باشی. نوش جانتان سلامت باشی. بخیر باشی. من میال اونجا امروز دوستای ما افطاری کردم. دیگه خوشبختانم تو سیر آمستم کیج پرسان نکنی. بر ما خدمت نیست. زنده باشین. تشکر بخیر باشین. و عزیزان دل آیسته آیسته رسیدیم به سرک نو. سرک نوی قلعه فتح‌الله یا بعد از این دیگه وزیرآباد گفته میشه. بعد از سرک نو 10 میشه 11 میشه 12 میشه دیگه، یعنی بعد از نو تمامش وزیرآباد گفته میشه. ای بود مصاحبه کنیم امروز. من نو خداحافظی میکردم. سلام. خوب هستی؟ چی حال احوال داری؟ خب یا پیش بره یا نترزه ما خونه میزنم. چی حال احوال داری؟ خوب هستی؟ نامک چیه؟ سوسن جان چند سال هستی؟ 2 سال هستی؟ نام خدا چرا شیرین گپ میزنی؟ مکتب میری؟ نه. نمیری؟ نه. خال چرا گیران میکنی؟ نمیکنم. آفرین آفرین. دیگه از این خرماگک من یک دونه برات بتون خسته شه باز میتونی کشیده. آفرین. برو بچه موفق باشی. و هموطنان عزیز آیسته آیسته رسیدیم به قسمت اخیر این گزارش و ناگزیر هستیم با شما عزیزان خداحافظی کنیم. به خاطر حمایت ما فقط شما چینل افغان لایف انتخاب کنین و لایک سابسکرایب کنین.